پیش از آن که نام افغانستان بر این سرزمین گذاشته شود، پیش از آن که ایران، هند یا هر کشور امروزی وجود داشته باشد، در قلب آسیا سرزمینی بود به اسم آریانا. آریانا از کجا آمد و آریایی ها کی ها بودند؟ امروز قصد داریم تا در این موارد بپردازیم. پس لطفاً تا آخر ویدیو ما رو همراه باشید. حدود 4000 سال قبل از میلاد در استپ‌های پهناور شمالی آسیای مرکزی، نواحی میان دریای خزر، رود آمو، دریا و دشت‌های شمالی، گروهی از مردمان زندگی می‌کردند که خودشان را آریایی می‌نامیدند. واژه‌ای که در زبان آن وقت به معنی آزاد، نجیب و شریف بود. آنها شکارچی، دامدار و جنگاور بودند. مهمتر از همه زبان، نظم و حافظه تاریخی داشتند. با تغییر آب و هوا، افزایش جمعیت و نیاز به سرزمین‌های بهتر، آریایی‌ها آرام آرام شروع به مهاجرت کردند. البته نه یک باره، نه با لشکر، بلکه در طول قرنها. برخی از آنها به سمت شرق رفتند و بعدها پایه‌های تمدن هند را ساختند. برخی به غرب رفتند و در فلات ایران ماندگار شدند. اما یک بخشی بزرگ و مهم آنها در سرزمین میان شرق و غرب، یعنی جایی که در حال حاضر افغانستان نام دارد، توقف کردند. سرزمینی با کوههای بلند، دشت‌های باز و راه‌های طبیعی برای تجارت و رفت و آمد. این سرزمین همان جایی است که بعدها آریانا نام گرفت. بعدها از آریانا به باختر و بعداً خراسان و در آخر افغانستان نامگذاری شد. البته باید بگوییم که آریانا خیلی وسیع‌تر از افغانستان امروزی بود و آریانا چهارراه تمدن‌ها بود. مردم آریانا آریایی هایی بودند که در این سرزمین ماندگار شدند. آنها کشاورزی را گسترش دادند، دامداری یا مالداری را منظم کردند، ساختار قبیله‌ای را به جامعه‌ای تبدیل کردند. زبانشان از خانواده از زبان‌های آریایی بود، زبانی که بعدها به اوستایی، پارسی باستان و سپس به فارسی، فارسی دری و تاجیکی رسید. برخلاف تصور امروز، قدرت آریانا فقط در شمشیر نبود. قدرتش در این بود که هر امپراتوری که از این منطقه می‌گذشت مجبور می‌شد آن را به رسمیت بشناسد. راه‌های تجاری بدون آریانا معنا نداشت. فرهنگ این سرزمین حتی فاتحان را تغییر می‌داد. و همین دلیل وقتی امپراتوری‌های مانند هخامنشیان آمدند، آریانا نابود نشد، بلکه در ساختار آنها حل شد و هویت خود را حفظ کرد. آدولف هیتلر در کتاب خود به اسم نبرد من از آریایی ها چنین توصیف میکند: آنچه را که ما امروز از تمدن انسانی و فراورده های صنعت، هنر و علوم مختلفه در دست داریم، به طور مسلم از حاصل زحمات و کوشش های نژاد اولیه بشر، یعنی نژاد آریاست. آنها ابتدایی ترین مردمانی بودند که برای اولین بار آتش را اختراع نمودند تا جهان را روشن سازند. اگر این نژاد را از بین می بردند، یک تاریکی عمیقی بر زمین فرود می آمد و در فاصله چند قرن تمدن انسان از بین می رفت و دنیا به صورت یک صحرای تاریک و خلوت در می آمد. اما چرا نام آریانا از بین رفت؟ با گذشت زمان حکومت‌ها تغییر کردند، زبان‌های رسمی تغییر کردند، نام‌های سیاسی جدید آمدند و این عوامل باعث شد تا باختر، خراسان و در آخر افغانستان جایگزین نام آریانا شود. امروز در افغانستان، ایران، تاجیکستان، بخش‌هایی از پاکستان و هند و حتی اروپا مردمان زندگی میکنند که زبان و فرهنگشان
رد پای همان آریایی های باستان را دارد. آریانا مصرف کننده تاریخ نبود. آریانا سازنده تاریخ بود. آریانا نامی است که اگرچه کم شنیده شده اما ریشه‌اش هنوز در خاک نفس می کشد. تشکر از این که تا این دم ما را همراه بودید. لایک و سابسکرایب را فراموش نکنید. تا ویدیوهای بعد خداوند یار و مددگارتان.